الان لایو شروع کردم. الان بهم تحرک واضح نشون بده. میخوام اونایی که باورت ندارن ببینن قشنگ. خودتو قشنگ نشون بده. یه تحرک نشون بده که اونایی که به اجنه اعتقاد ندارن بدونن که تو اینجایی و باور کنن حضور تو. نه شم کاری ندارم، خودتو میگم تکون بده. چش قرمزی هم داری. ببین تو رو میگم، اون تو نه، توی که چشت قرمزه، نه تو. آفری. ماهیت گرفتی بیشتر. خودتو واضح‌تر نشون بده به بچه ها. سلام بچه. تحرکشو ببینید دوستان، میبینیدش اینجا، نگاه کنید ایناش اینجا وایستاده. میدونم که بغل دستش اینه، نگاه کنید چش قرمزی هم داره. یا جن تحرک نشون بده به دوستان که چه قدرتی دارید، چه میتونید تو بعد ما خودتون رو نشون بدید. سلام. آفر بیشتر تحرک واضح‌تر. درود بر تو. ببین تو هر چقدر بیشتر خودتو نشون بدی، هر چقدر واضح‌تر تحرکتو نشون بدی، این دوستای من میفهمن که تو قدرتت بیشتره. حالا دیگه خود دانی. با شم کاری نداشته باش، شمو نمیخوام نورش جابجا کنی. آفری واضح‌تر جست شو واسه من. بچه میبینید پشت سر منه؟ یه دونه این ور سرش آورد بیرون. ببین بچه ها، بذار بهتون نشون بدم. نگاه کن دوستان، این یه دونه است، این بغلیش که چشش قرمزه یه دونه است، اینم یه دونه است. نگاه کنید ایناش، اینم یه دونه است. این بغل دست من ایناش. حالا ازتون میخوام هر کدوم به اندازه خودتون که قدرت دارید جست تبدیل بشید. نداشت من احضار نیست سالار، این ارتباط. من احضار نزدم، ارتباط گرفتم باشون. اینو نگاه چیز کرد، نگاه کنید این بغل دستیم نگاه بزرگتر شد. ماهیت پررنگتری بگیرید، خودتون اثبات کنید قدرتتونو. سیاه پشت سرم هم داره ماهیت میگیره.
این پشتم یه دونه پشت این داره نگاه میکنه. یه دونه این پشت نگاه کنید. آره و سایه خب اون نگاه کن سایه من نیست، نگاه کن سایه من نیست، اون خودشه که به صورت یه توده سیاهه. چشای این نگاه کنید الان یه ذره چیز شده، قرمز بود اولش ها، خیلی قرمز بود، الان باز یکم کمتر شده. اجنده این مکان اثبات کنید خودتونو، حالا یا با تحرک یا با صدا یا با خلاصه هر کاری که میتونید اثبات کنید که شما اینجایید و میتونید تو بعد ما کارایی انجام بدید. فقط تصویر رو تاریک نکنید دوباره. الان بهت گفتم تاریک نکن تصویر رو. تویی هم که چسبیدی به سر من، فاصله بگیر. ببینید داره تحرک نشون میده اون گوشه ایه. یکی از دوستام داره میاد اینجا، فکر کنم الان یه ببخشید مثل گاو میاد، اون بیاد تیم مجبور میشم لایو قطع کنم. ببینید الان این حال سیاهه تحرک داره ولی شمه هیچ تحرکی نداره. نگاه کنید الان شمه تحرک گرفت. میخوام نور این شمع رو پسم کم کنید. تویی که دور بر شمع وایسادی نور رو شمع واسم کم کن ببینم قدرتش داری. کمتر خیلی کمتر، تا حدی که اندازه‌ای که بخواد خاموش شه. میخوام ببینم قدرتش داری. کم کن نور شام کم کن. اگه قدرتش داری، اگه نداری که چی؟ نمیخوام بازی کنی باش، نورشو کم کن. ببین اینا نباید ترسید، از اینا بخوای بترسی بدتر اذیتت میکنن. من الان با همشو دوستم، اینا هم با من دوستن. من منتظر اثبات حضورتم. درسته میبینیمت ولی میخوام واضح. الان شما سه که پشت سر منید، یعنی قدرتتون همین اندازه است، انقدر ضعیفید.
بدونم هم اجازه ندارم بگم. شم کاری ندارم اصلا، به شم دیگه واسم مهم نیست. شما ستا خودتونو میخوام. نه داداش عمار نیستن. عمار اون بره. عمار اونجا، یعنی دقیقا میشه روبروی من. عمار دقیقا پشت گوشیه. این واسه دوربین رو یکم بچرخونم. ببینیدش؟ اوناش نه عماره. این ناشش نگی کن. این عمار مکن. یا چقدر چشش رو قرمز کرد. اینم داره بزرگتر میشه. حالا سیاه پشت سرم. شمو میتونی خاموش کنی یکی از شما؟ برید سمت شم، یه شم این شمو واسم خاموش کنید. من دوباره روشنش میکنم واسه تون. کلا خاموش بشه. خود دستش دارید؟ من دوباره روشنش میکنم. پشت این چیزا رو نگاه کنید بچه. یعنی قدرت شما همین اندازه است، بیشتر از این نمیتونید. خودتون اثبات کنید. هر کاری میتونید انجام بدید، فقط اثبات بشه حضور و وجودتون. درسته میبینیمتون، ولی خب یا تحرک واضحی یا صدایی یا یه کاری که فقط از شما بر بیاد. یه بچه هم این کارو میتونه بکنه. کلا قرمز کرده. به خواسته این دوستمون شعله شمع واسمون چپ و راست کنید. بزن چپ و که چپ و که راست. شعله شمع واسمون کم و زیادش کن. با این کار قدرتتو به اثبات برسون. اول کم یا زیاد فرق نمیکنه. این داره زیاد میشه. پیام اینو بدم الان همینجا. خب کجا بودیم؟ ما شمع بودیم. حالا کمش کن.